سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این قسمت اصلا متفرقه ولی خفن که من اومدم اینجا کف کردم. اینجا پاساژ سیتی استار مشهده و من اومدیم اینجا گشتی بزنیم. اومدم از آسانسور پایین، یهو با این صحنه مواجه شدم. برگهام جاری شد و خیلی خوشحال شدم که به همچین جایی برخوردم. بریم با هم داشته باشیم یک سری به اینجا بزنیم، ماشینا رو با هم ببینیم و کیف کنیم. امیدوارم شما هم لذت ببرین. لایک یادتون نره بزنید. اولین چیزی که از پله برقی میاد پایین چشمتو میگیره این لوتوس الیزه است. لوتوس الیزه 2004 یا 6 نمیدونم و خیلی کوچیک کوچولو خفنه. قرمز خوش رنگی داره، تو چش آدم میزنه، قشنگ کف میکنی. خیلی باحاله، لذت بردم از این لوتوس. واقعا اینا توشیه بشینی باز یه چیز دیگه از کف زمینی وقتی توش بشینی. اینجا طبقه 5 پاساژه و دور تا دور این نمایشگاه رو با هم دیگه میریم دور میزنیم. دور تا دورش ماشین چیندن. ماشین بعدی که میبینید واقعا حرف نداره. یعنی من تو ماشینای کلاسیک اونقدر اطلاعات آنچنانی ندارم ولی در حد اسمش میدونم این فورد LTD لانداو با یه رنگ سبز پرکلاقی، اصلا پرمرغابیه بیشتر ولی خیلی خوشگله. یه ویوی ازش ببینید. حرف نداره این ماشین. اصلا ماشینای کلاسیک یه حس دیگه‌ای به آدم میده، میدونی؟ گندست اینقدر لامصبا. کلاس‌های ماشین قدیمی هم اینجوری بوده که ماشین اندازه کوچک داشتیم، اندازه متوسط و اندازه بزرگ، که این جزء ماشین‌های اندازه بزرگ بوده. خب بیا از این ور هم از توش اگه بشه یک چیزایی بگیری. واقعا چیزی توش دیده میشه. استفاده شده که واقعا نشون میده. توش هم یه سبز پولداری استفاده شده که واقعا کارو در آورده. خیلی خوشگل. با این زهای بغلش همرنگه. داخلش سبز پرقویی. اینم پشت ماشینه واقعا. خب ماشین بعدی رو داریم که تو ماشین بازی‌های قدیمی من یه تاکسی داشتم. این ماشینا توش بود، خیلی باحاله. اینم فورد تاندربرد هست. توی 11 نسل می‌بینی که این ماشین تولید شده دقیقاً مثل پرایدای خودمون. واقعاً اینم حرف ندارید. یه طراحی خاص و عجیب غریبی داره این ماشین، منحصر به فرده. من این خط سفید لاستیکاشو خیلی دوست دارم. واقعا موتورش مغزتو منفجر. در نگاه روی لبه رینگش هم نوشته تاندربرد رو روی لبه رینگش نوشته اینجا. خیلی اون زمانا اهمیت میدادم به ماشین. حالا داخلش هم بشه بگیریم، پشتشو، داخلشو. داخل ماشین قدیمی همه جادار، زیبا، مطمئن. رنگای خوشگلی توش استفاده. حالا همه ماشینه الان همه توشون مشکیه، یه خط مثلا رنگی هم گذاشتن توش. چیه؟ شیشه رو بگیر. قوس شیشه رو شما نگاه کن. قوس شیشه رو بگیر. به این قوس میشه سجده کرد. خیلی خفنه. 2 درم هست البته. این اندازه متوسطه دوستان. تنها اطلاعاتی که من دارم در همین حد راجع به ماشین قدیمی این اندازه متوسطه. برفاکناش هم روش نیست یا هست. ماشین بعدی بریم. اینم فورد رفقا، فورد فیرلین 500. اینا همه مال دهه 80 و 90 میلادی. 1980 1970 1960 1950. این دیگه اندازه بزرگه واقعا. این خیلی بزرگه. اندازه همون
LTD است. بعضی مدلاشون هم سقف کروکی داشته. آره این هم که میبینید واقعا توش مبلس هستن، انگار مبل راحتی 2 دست کار گذاشتن 4 نفره. صندلی ها رو بگیر خدا وکیلی، چقدر روی ماشینای قدیمی خدا وکیلی کار میکردن. صندلی هاشو فقط نگاه کن، بهش میخوره ماشین پلیس هم بوده باشه، چون ماشین پلیس های قدیمی مشکی سفید یا این طرا بود. بعد قوس شیشه هم باز دوباره هم جلو هم عقب قوس داره، قبلیه فقط عقبش قوس داشت. خیلی قشنگه این فوردم. جلوشو حالا بیا، جلوش مثلا با این تو فرض کن مثلا تصادف کنی با این ماشین با این اباحت چت میشه. با این به هر چی بزنی قطعا اون چیز خراب میشه تا اینکه این ماشین بخواد خراب بشه. من که نمیبینم. این حجم قدرت با گیربکس 3 سرعته خیلی محکمه، خیلی خوشگله. یه چیز دیگه از ماشینای کلاسی، خیلی راه رفتیم خسته شدیم یه ذره بشین. خب بریم سراغ یه ذره کلاسیک و خاطر انگیزتر میشه برای مردم ایران. انواع فولکس های بیتل و ایناست، VWL یا VWI، حالا 300 303 انواع مدلاشون که دیگه واقعا حرف نداره، خیلی خوش رنگه دیگه، همه دیدن. اونم موتورشه، اونم موتور ماشینه که 4 سیلندر مجزا، میبینید 1 2 3 4 هر طرف یه سیلندر قرار داره و خیلی خفنه. موتورش هم یکم موتورایی بوده که فکر کنم اگه اشتباه نکنم تو طراحی توی جنگ تانک‌های قدیمی از این ایده گرفتن. شرکت فولکس واگن یکی از برگ برنده‌های چیز بود، هیتلر بود که توی جنگ تونست پیروز بشه، این که تانکاش توی سردترین هوا و گرمترین هوا کم نمی آوردن. ماشین بعدی ماشین اسکوبیدوه. خاطرات بچگی من زنده شد واقعا. حالا بچگی که نه، نوجوانی دیگه. یه ون پر از هیاهو و ماجراست این که ازش دیگه میگذریم. این هم که میبینید اسمش حالا فولکس واگن کمبیه. چمدون هم اون بالاش گذاشتن، چمدونه آماده مسافرت. واقعا توی همه ماشینایی که اینجاست بی‌نقصه، خیلی تمیزه توش. چرم‌دوزی‌های داخلش همه نو، انگار تازه چرم‌دوزی کردن. حالا میذارم توی ویدیو ببینید قشنگ چقدر خوشگله داخل این ماشینا هم حتی انگار مثلا. ولی از این ماشینا دیگه نمیشه استفاده کرد دیگه، فقط بذاری یه کنار نگاش کنی، دستمال هم نکشی، خشم میفته روش. کم کم داریم به حال نزدیک میشیم. ماشین بعدی شورولت بل ایره که یکی از ماشینای خفن تو فیلم‌های آمریکایی سیاه‌سفید شاید میدیدین این ماشین رو و همچنین اون قبلی‌ها رو. اینم قولیه برای خودش، واقعا خیلی خفنه. شاید یه ماشین قدیمی بگیرم بازسازی کنم، خیلی دلم خواست اینجا که اومدم. خیلی هیجان انگیزه، مثلا یه ماشین برای من حداقل این قضیه، یه ماشین قدیمی بگیری بازسازیش کنی و نوش کنی بهش دوباره جون ببخشی. ماشین بعدی اوپل کاپیتان اسمش، اوپل کاپیتان که با یه رنگ خوشگل و دور سفید ترین لاستیکا رو داره توی این مجموعه اینجا. نگاه کنید دیگه حرفی نمیمونه. خوش رنگ ترین به نظر من، البته خوش رنگ ترین اون چیزه هم میتونست باشه، اون آبیه و اون سبزه اول، ولی این باز بعد از ماشین اسکوبیدو این ماشین خوش رنگ ترینه. دور سفیدش منو کشته، واقعا باحاله، خیلی زیاده، همش دور سفیده، همش کشته. توش هم سفیده، چرمدوزی داخلش و اینا. خیلی قشنگه. چرمدوزی ها رو میبینی چقدر تمیزه. اصلا میگه کسی تا حالا سوار نشده بعد از اینکه چرمدوزی شده. نزدیک شدیم به حال و میبینید رنو پیکی داریم، رنو 5 البته. این رنو 5 که دیگه با آرم سایپا در خدمت شماست. لااقل اینا رنو این چسبوندی چیه؟
البته سانروف هم داره. او دفترچه چیزش هم اون بالاشه، پلاک تاریخی داره این ماشین. بس سانروف داره از اون سانروف هاییه که امین گذاشته رو پیکانش. و انواع بی ام رو داریم. بی ام این 2002 اگه اشتباه نکنم و این 528 اگه اشتباه نوشتم این بالا تصحیحش میکنم. و خاطر انگیزترین ماشینی که همه دیگه باش خاطره دارن، پیکان جوانانه این. من واقعا اطلاعاتم کمه راجع به ماشینا، قدیمی البته، ولی میخوره که مثلا تولید ایران نباشه، انگلیسی باشه، اون مارک جلوش و ایناست، ایران خودرو اینا نیست. خب اینجا چه سقف باحالی داره، سقفو بگیر. اینجا هم بگم رفقا، البته گفتم دیگه، طبقه پنجم این ماشینا رو آوردن، طبقه پنجم، و ماشینا هم همه میبینید روش خورده گاراژ 1969 مشهد، مال حالا این مجموعه است و پیجش اینه. گفتم بذارم که دیگه راضی باشید، اگه خواستید دنبالشون کنید. دیگه بنزا رو داریم. من واقعا تنوع بنزا انقدر زیاده نمیشناسم، عدداش و اینا ذهنم نمیمونه، ولی اینو میدونم از جلو پنجرهش که AMG باید باشه. دو درم هست، خیلی خوشگله. اگر بودجه کافی داشتم زیر 207 این رینگو مینداختم. رینگشو بگی. خیلی این ماشین هم کلاسیکه، خیلی هم اسپورت هم کلاسیکه. نگاه کن شما، زیر درش اینجوری دندونه است. رینگا رو بگیر، دو در ماشین و زیر این موتور که دیگه، زیر این کاپوت که دیگه چه خبره. اسباب منتظرن، قررش میکنن. بنزای بعدی، بنزای دیگه زمانشاهی و اینا هم دیگه حالا ازشون میگذاریم. سانروف داره، سقفشو بریدن، چه داستانیه. سقفشو من نمیبینم از اینجا. خوب صحبت کردیم نذاشتن بریم داخل، واقعا از اینجا شاکی هم من. چرا؟ اینم که همونه، اون یکی دیگه است، یه ذره از اون تیره تره فقط. و اینم دوباره همونه، رنگ قهوه‌ایشه. اون پشتم یک جیپ و یه دونه شفرولت کامارو اگه اشتباه نکنم، و دیگر هیچ. دیگه بقیه ماشینا هم که ماشینای معاصره دیگه، زیاد کلاسیک دیگه واسن واقعا محسوب نمیشه. درسته پلاکش خورده تاریخی، ولی در حد همون رنو 5 خودمون. گند زدم به فاتحه بنز خوندم. خب رفقا، خیلی ممنون که همراه ما بودیم با این ویدیو و واقعا امیدوارم شما مثل من لذت برده باشین. من کیف کردم اومدم اینجا بازم میگم پاساژ سیتی استار تو مشهد جای خفنی بود، نمیدونستم همچین جایی وجود داره. اومدم اینجا، بعد دیدم که واو، پله برقی همونجور که دیدیم اومدیم پایین رو دیدیم که چقدر باحاله. خیلی ذوق کردم، دمشون گرم. با لایک و سابسکرایب حمایت کنید. مرسی، تا ویدیوی بعدی، بدرود.